هموطنان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و تندرست باشید. طوری که در جریان قرار دارید، متاسفانه چند تن از کارمندان جنرال کنسولگری افغانستان مقیم استانبول به مرض کرونا مبتلا شده و همچنین فعالیت‌های این اداره برای مدتی به حالت تعلیق درآمد. بنابراین مسئولین تصمیم گرفتن بعد از این از مراجعین حس کد بخواهند. ما هم خواستیم در این برنامه برای شما طریقه به دست آوردن حس کد به معرفی بگیریم. امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد و دور از مرض کرونا باشید. وارد پیام رسان تلفنتان میشوید. فرقی نمیکنه کدام نوع تلفن و یا از کدام اپراتور استفاده میکنید. HES نوشته، بعدم فاصله به تعقیب آن نمبر کیملیکتان که با عدد 99 شروع می شود. نوشته، بعدم فاصله سال تولدتان به میلادی می نویسید و بعداً به شماره 2023 ارسال می کنید. بعد از چند ثانیه حس کد را دریافت می کنید و به تعقیب آن یک لینک دریافت می کنید که با کلیک نمودن روی لینک در صفحه دیگر اسکوار کد و یا کد مربعی ظاهر می گردد که از آن نیز می توانید استفاده کنید. امیدوارم این معلومات مورد استفاده تان قرار بگیرد. روز خوش، خدا نگهدار.